با سوال ما جواب بگردان. اگر بچه زنا کند با آب غسل کند پاک می شود یا نمی شود؟ اگر شخص زنا می کند، زن باشد یا مرد باشد، بعد زنا کردن پشیمان می شود، توبه به سوی خدا می کند، میگوید پروردگارا این کاری من کردم خیلی کاری زشت بوده است، خیلی کاری بد بوده است، خدایا از این کردم من به سوی تو پشیمان شدم. ای پروردگار، آخر اگر همین زنی که من با او زنا کردم در جای این اگر خواهری من باشد یک مرد دیگر زنا کند، من خودم را چخیل تصور میکنم. همون کسانی که زنا میکنن باید که در حالت زنا خواهر زنشون پیش چشمشان بیارن. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید با مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. دویم، داملایانی که زن و دخترانش حجاب نداشته باشند پیش در آمدنشان درست است. اگر کدام پیشوایی که زنش حجاب ندارد، دخترش حجاب ندارد، یعنی لباسهای بگیم اسلامی ندارد، پیشم که در آید نمازش درست می شود. لیکن در نزد خداوند این گونه امامها مسئول هستند، این گونه پیشواها در نزد پروردگار جواب این فرزندان بی حیا را می دهند. اگر کوشش ها کرده باشند، تمام راه ها را استفاده برده باشند که اونها به ذمه نگرفته باشند، این حالت در یک حال خوب دارد. لیکن اگر در همون کرده های فرزنداش راضی باشه و با این در مردم امامتی کند، این حالت در امامتیش که صحیح می شود، لیکن در نزد پروردگار گناهگار می شود. اگر از اون دبا بهتر باشد، خوب می شود که وی بیراه شود، یک آدمی باز با تقواتر پیش در آید، این بهتر است. اینا در حالت درست می شوند که ضرورت باشد، دیگر غیر اونها دیگر هیچ پیشوا و داملای وجود ندارد. السلام علیکم داملا مهربان. اولا از درگاه الهی خواهان آنم که عمر شما دراز بادا و در زندگی هتان بردباری ها تمنا دارم. کاش و مثل شما شخصان خاکسار بسیار می بود. و در آخر یک سوال دارم، آیا در قد کوچه ها و گذرها نشستن زن و دختران شرط و درست است از نقطه نظر دین اسلام؟ و فکر من نه. و من مشاهده میکنم که در محله ما شام میگذرد، آنها تا حال پروا ندارند. خواهش دارم با سوال من پرره جواب گردانید. و در آخر از شما تشکر میگویم. داملای عزیز با احترام، یک مخلصی دائمی شما. البته اینجا محلش هم ذکر کرده است، شرط نیست محلش، لیکن در همه محله ها این گونه زنهای در قد راه می نشستگی وجود دارد. خوب می شود که اگر در بین ما این گونه مثال موی سفیدهای بغیرت باشد، یا این گونه جوانهای بغیرت باشد که راستی اونها در راست شود، و چگونه که پیغمبر خدا میگوید اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. اگر کدام از شما، گفت از پیغمبر خدا، یک کاری نادرست میبینید، و همه ما و شما کتاب دارد، شما باید که با دستهاتون تغییر دهید. یعنی اگر زنت که باشد رفته از دستش بگیر بگو خانه درو بگو، یا اگر در خانه تو مثال بالای دسترخوان و شیشه های عرق اگر پهن کرده باشند، رسول اکرم میگوید اونها را با دست گرفته بیرون خانه پرتاب.
یعنی با دستان تغییر دهید. وقتی منکرات میبینید، وقتی کارهای نادرست میبینید. لیکن وقتی که این قدرت نداشته باشین، یعنی امروز ما هم قدرتی را نداریم که اون زن از دستش گرفته و در خانهش پیش کنیم، رسول اکرم گفتن فبلیسانه، با زبانتان شما با اونها صحبت کنید. یعنی راستی اونها در رفته گویید مادری عزیز شام شد، آخی عصر شد، وقتی نماز است، را خداوند برای این فرستاد که بندگی او را به جا بیاری. رو نماز تا خون، رو فرزند تا تربیه کن، رو خانه تا مثال یک تازه و پاکیزه کن. رسول اکرم گفتن با زبانهاتون با اونها سخن گویید. اگر با زبانهاتون هم نتوانستید، با دلتون اونها را بد بینید، لیکن این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. گفتن یا با دست یا با زبان باید که یک تغییرات در اون معرکه شما درارید. برای همین کدام در کدام محله هست، اگر همچنان پیشواها باشد یا این گونه مویسفیدهای به غیرت باشد، بسیارتر این کار مویسفیدهاست. مویسفیدها میتوانند که این کارها را انجام دهند، اونها را کسی ملامت نمیکنند. که وقتی یک جوان اگر گوید او را البته ملامت میکنند. السلام علیکم داملای عزیز، ما از شما یک سوال داریم که جوابش بسیار ضرور است. در مسجد محله ما به جای امر معروف گپی دنیا می رود و به ضمن این عورت خود را نام می گیرند. ملا امام در آنجا نشسته سخنی نمی گوید. التماس جواب قطعی دهید تا به گوش اونها برسد. پیغمبر خدا می گوید سباب المسلم فسوق، کسی یک برادر مسلمان شد دشنام می دهد یا کسی که مثال نامگیر می کند خود وی فاسق است. همان گروهی که این گونه رفتارهای نادرست میکنند، خودشان نام میگیرند، دشنام میدهند، اینا از گروه فاسقان به حساب میروند. مسجد در اصل جای عبادت باید باشد، جای امر معروف باشد، جای تربیه باشد. در بسیاری از مسجدها وجود دارد که فقط و فقط به گپ دنیا مشغولند. مسجدها را آشخانه ها کردگی‌اند، در داخل مسجدها جای خورد و خوراک کردگی هستند. فقط تا بیگاه فقط چه گپشون هم کار و بار همه همسایه داری و مسئله اینها را حل میکنند. در این البته امام گناهگار است. کسی که در همون مسجد پیشوا هست، همه این گناه را سببگار اساسش همون پیشوا است. همه این در پیشوا جوابگر است. باید پیشوا این گناه قوم نگذارد که مثال باید سخنهای بیهوده گویند. برای آن که اونها سخنهای بیهوده نگویند، این امام باید که خودش دائم در بین مردم کتابخوانی کند، دائم امر معروف و نهی منکر دائم برقرار و بردوام نگه دارد تا که مسجدها از سخن دنیا خالی شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن، بعد نماز خفتن نماز قضایی بخوانی ممکن است؟ ممکن است. اگر بعد نماز خفتن قضا هم که خوانین باکی ندارد، درست است. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم با سوالهای زیرین من تعجیلا پاسخ دهید. نماز قضا وقت ندارد، کدام حالتی ده که میخوانین خواندن گیرین؟ فقط سه حالتی که نو آفتاب برآمدن و قیام و غروب آفتاب، این همه نمازها من هستند. غیر این کدام حالتی ده حتی بین عصر و شام هم که شما نماز قضایی خوانین جایز است. فقط در مسجد نخوانید نمازهای قضاییتان، در خانه‌تان خوانید. در کتاب‌های فقه میارد که اگر کسی نماز قضاییش در مسجد میخواند، این عین بی‌ادبی وی نشان میدهد، به خاطر آن که وی به مردم آشکار میکند که یعنی من نماز خدا را قضا کردم، این الحال قضاییش میخوانم. یعنی گناهش آشکار کرده ایستاد است در بین مردم. برای همین شما میتوانید که اما قضاییاتون در خانه‌تان خوانید، این بهتر است. حاضر وقتی کشتی غلدانه هست، در بین آدمان عقیده هست که روزهای 18 19 20 21 ماه دکبر باید غله کاشته نشود، زیرا حاصل نمیدهد. این روزها آفتاب در خانه بوده است. آیا این حقیقت یا اساس علمی دارد یا نه؟ من البته از این مسئله فهمیش ندارم. در باب کاریدن غله که در چسلت مثال همون روزهای 18 19 20 21 گویا که آفتاب در خانهش باشد، لیکن این من سوال کردم خیلی از یک آدمی معتبر، یک آدمی که دایر به همه این کارها هست،
که گیاهشناس است و گفت این یگان اساس علمی ندارد. گفت در یکی از مسجدها، انیخترش در مسجد یکی از قشلاق‌های حدود دهنه، روز 18 دکبر روز چله گویان شب نشینی تشکیل نمودند. هر یک عضو مسجد 5 سامانی جمع کرده معرکه خراخوری گذرانیدند. در داخل مسجد امامشان پیشکار بوده است. حالی این گونه امام و قوم آن چه گونه خواهد بود؟ این الحال گفتیم امام ها در داخل مسجد ها خیر احسان مثال خدایا تشکیل میکنن که چله در آمده است. ببین در اسلام آیا چله را پیشواز گرفتن یگان خبر آمدگی هست؟ و چله می دراید نمی دراید؟ مثال با جمع کردن 5 سامانی این همش باور کنیم برای شکم سیری است، همه این برای نفس است. در داخل مسجد معرکه خوردن، گپ زدن. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گردانید. ما 2 نفر در یک مکتب میخوانیم که در آنجا شبانه روزی یک جا هستیم و ما نماز میخوانیم. برای ما ممکن است که جماعت کنیم؟ البته جماعت کنیم. رسول اکرم میگوید که اثنان خیر من واحد، 2 نفر بهتر است از 1 نفر. اگر شما 2 نفر هم که باشید باید که با جماعت خوانین. ان شاء الله خداوند ثواب جماعت برای شما نصیب می‌گرداند. علل خصوص به این جوانهایی که باز در کدام مکتبی که شبانه روزی باشن و میخوانن خوش به حالشون، ان شاء الله نماز همون جماعت ثوابش شما میگیرید. داملای عزیز، خدا شما را نگه دارد. شما فکر نکنید که سخنهای شما به تأثیر میماند یا اجرا نمیشود. از سخنهای شما بسیار تغییرات در جوان پسرها و جوان دخترها وجود دارد و حتی معامله مردم طرز معرکه ها دیگرگون شده است. من یک سوال دارم، آیا شهتاز حرام است یا حلال؟ این ما یک بار گفته بودیم شهتاز حرام است. کسی که مثال در طلب کردن شهتاز حرکت دارد، یعنی این یک عرف، یک جاهلیت، یک خرافات است. وقتی یک شه به محله ما و شما میآید برای گرفتن عروسش، پیش راه او را چندین جوانها پیش راهش میگیرن و از او چیکار میکنن؟ پول طلب میکنن. ببینیم پول طلب میکنن، طلب کرده ایستادن. وقتی تو طلب میکنی کل المسلم علی المسلم حرام عرض و ماله، هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است میگوید پیغمبر. چیش؟ آبرویش، مالش و دمه و خونش. مال مسلمان بر مسلمان حرام است وقتی اگر طلبش میکنه. وای طلب کرده ایستاده است، اینمی قدر پول بر من نمیدهی، مثال ما پیش راه تو را کشاده نمیکنی. یک تله و تاراج، یک غارت کردن است. کدام شما راضی هستین؟ حالتی که همین خیلی حالت به بالاتان میآید، تا 100 سامان 50 سامان طلب میکنن. این هم یک طرز غارت است. این البته به البته حلال نیست. از کجا حلال می شود؟ حلال حالتی است که من یک آدم هدیه میتم، صدقه میتم، وای حلال است. وقتی تو از کیسه وای مجبور از دستش پولی او را زده میگیری، آیا حلال میشه؟ یا مثل که شهجت می آید در ما و شما، شهجت است. با چی خاطر؟ یعنی به خاطر که یعنی شما در ساعت مثال 1 یا 2 شهر خانه ماده حاضر کنید. یک از طرف عروس اکو شهجت می آید، باید باید سر پاک کنید. تو این یک طریقی تله و تاراج است. یا مثال از بالای همون ماشین ها کرپا فرار گفته و تخت زن و بلا و بتر میگن، همه اینا یک طریقی غارت هستند. اینا هیچ کدامش از اسلام ما و شما نیستند. در این پول هایی که شما میدین در هیچ کدام اینا شما ثواب نمیگیرین. از پشت این شهتاز چندین جنگ ها برپاشیدگی است. چندین جنگ ها. این دشنام کردنش حساب ندارد. در این مسئولن، همون پیشواهای محله مسئولن که همین معرکه ها را باید که وقتی که
همون مهمان ها از دیگر محله می آیند، باید پیش راه اونها کشاده باشند. اینا در مسئولیت دارند. اولا السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. بعدا میخواستم با این سوالی من پاسخ عمیق میدادید. آیا با دختری بدخشانی ازدواج کردن ممکن است یا نه؟ از نقطه نظر اسلامی جایز است. اگر دختری بدخشانی ایمان داشته باشد، اسلام داشته باشد، جایز می شود. اگر دختری عرب به ایمان باشد، گرفتنش جایز نمی شود. یعنی همه وقت اسلام شرط است. اگر مسلمان باشد، نه بس وای دختری روس است، وای دختری بدخشانی است، وای دختری کسی نباشد، جایز است. اگر دختری تاجیک ایمانی بر خدا نداشته باشد، وای گرفتنش جایز نیست. در اسلام ملت شرط نیست، نسب شرط نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بزرگترین شما پروردگار میگه در نزد من نفری هست که از خدا میترسد، نابسته در کدام ملت نباشد. همه ملت برای ما و شما حلال و درست است، با شرطی که از خدا میترسیدگی باشد، ایمانی بر خدا و ایمانی به رسالت پیغمبر داشته باشد. صحیح است، نکاش باکی نداره، با ملت کاری نداره. اسلامی شما به شما سوال داده، میخواهم از شما جواب گیرم. در کتاب خواندم که باید در وقت طهارت کردن رو به قبله نشسته طهارت نمایی. ما در خانه آشیانه‌دار زندگی میکنیم، شرایط رو به قبله نشستن نداریم، چیکار کنیم؟ باز بر زمین این مادر 3 فرزند هستم. 10 سال شد زندگی ام را از شوهر نه خوراک نه لباس ندیدم. از حساب پدر و مادرم زندگی ام را پیش برده ایستادم و بالای همه این باز از همون داروهای سفید میکشد. دیگر حاجت زندگی کردن ندارم، میخوام از او طلاق گیرم. راضی نیست، چیکار کنم؟ راضیگی وای در کارم نیست. خب آدم گیرین کش و آدم عرق نوش چی راضیگی دارد؟ او راضیگی وای لازم هم نیست، وای در قطار آدم ها هم نیست. آخه وای آدم نشمارین شما. صورتت را چی کنم گرچه نداری سیرت، کس به یک جو نخرد این صورتی بی سیرتی. او یک جو قدر ندارد. و شما میتونین با طریق اولا رفته از مفتیات فتوا شگیرین، میدهد برای شما فتوا میدهد. برای با گیرین کش چگونه تو زندگی میکنی؟ نمیشود زندگی کردن. شوهر وظیفه‌ش همین است که از خوراک و از پوشاک و از همه تو را تأمین کند. وقتی همه زندگی تو از جانب خاندانت باشد، اون برای تو یک تیار آخر است، چیکارش میکنی؟ باید جوابش که رود دیگر. لیکن برای طهارت کردن هر جانبی که برای تو موافق است، همون جانب طهارت کن، طهارت صحیح میشه. هر جانبی که برای شما موافق میآید، همون طرف البته موافق است. بسیار افسوس است، بسیار جوانها اینقدر پیشروی ها شده است، اینقدر بهبودی ها خدا را شکر در این جمهوری ما پیدا شده است. با بزم این کشیدن دارو، خوردن عرق و دیگر آیا حیات برای همین است؟ زندگی مخصوص بهر بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی است. در خوجند همون داملهاش قطعی من صحبت کردم، میگوید که همون پیشوامون فتوا برآورد که اگر کسی که در حالتی همون گروین کشیدن از دنیا میگذرد و جنازه نمیکنند. همون ملاش برای من گفت اون بی نهایت فتوای بهترین برآورده. کاش که همین فتوا هم در همینجا عمل کند. آخه اونا جنازه چی دارند؟ اصلش اگر گیری، آخه انسان یک حلال مردن دارد، یک پاکیزه مردن دارد. آخه وقتی در حالت گیرین کشیدن از دنیا میگذری، در حالت زنا از دنیا میگذری، در حالت عرق نوشی از دنیا میگذری، آخه ایمان در وجود تو دیگر وجود ندارد. آخه نیست. اگر تمام مولوی های دنیا که آمده تر جنازه کنند، خداوند بالای تو البته به البته عذابش جاری میکنه برای نافرمانی کردنت. داملای عزیز، من در دانشکده عالی میخوانم، در ساعت نماز جمعه امتحان باشد چیکار کنم؟ در حالت حتی ما برای همه شما جوانها گفتیم
که حتی شما در مکتب‌هایی که می‌خوانید روز جمعه شما برای نماز جمعه مکتب‌ها را ترک نکنید. شما درس‌هاتون خوانین، پر کنین. آمده در خانه خلیفه جمعه که پیشین است، شما پیشین‌هاتون خوانید. این البته به البته بهتر و خوبتر است. اگر امتحان باشد این باز با طریق اولا عذر هست در شما. امتحان هاتون سپارین و آمده پیشین هاتون در خانه خوانید. یکی ما این قدر مثال در باب مکتب، در باب مثال تبلیغ جوان ها به سوی مکتب حرکت ها داریم. باید معلم ها هم برابر ما در همون دخترها و جوان پسرها باید که با دقت باشند. این سخنهای من ترس از معلم ها نیست که من میترسیده باشم از معلم ها، برای که در پیش معلم ها خوب شم و همین سخنها را من مثال از پیش خود میگفته باشم. این سببش ترس نیست، بلکه این یک احترام یعنی همین جامعه هست، احترام این همین جمهوری است، احترام جوان ها هست، یک پیشرفت در همین جمهوری ما و شما میشیدگی است. چگونه ای که از رئیس جمهور برآمدهاش بهترین برآمدها را کردن، چه نسبت معارف و چه نسبت تعلیم ها. باید معلم ها وقتی هم دخترها را که میبینن در حالت خیلی ناخوب، همونها را باید که تعلیم کنن، گوین خواهر با این لباسی که تو آمدی ممکن نیست لباس. باید اونها هم معلم ها الحمدلله مسلمان هم که آخر اونها هم باید جوان ها را تربیه کنن. اونها باید هیچگاه مثال برای زید مسجد و یا برای نماز خواندن اونها را تبلیغ نکنن، مثال زید مسجد و زید نماز تبلیغ نکنن. این حالت ان شاء الله جوانهای ما و شما خیلی پیشرفت پیدا میکنن. علیکم داملا حاجی میرزا، من یک سوال دارم. در حالت در روسیه کار کردن در مهلت 1 یا 2 سال نآیم، لیکن رزق و روزی زن و فرزندم را راعی کنم. آنها با همراهی پدر و مادر و برادران می باشند. میدانی که حال آنها خوب است. در مسلمانی چهل می شود که می گویند که 6 ماه پس باید بیایی و ما ساده کرده فهمانید. با احترام مخلصی دائمی شما. این البته از روزی که ما و شما زن نکاح کرده که گرفتیم، وظیفه همه ما و شما الکی فرض می شود نفقه زنهامون، چه از فرزندهامون نفقهشون فرض می شود. لیکن در این مملکت های دوردستی که سال اونها آمدن نمی توانند، اگر از همون نان و آب و لباس و پول اگر زن و کودکاشون تأمین کنن، این حالت عذر است. یعنی اینها در نزد خداوند مؤاخذه نمی شوند، عذاب داده نمی شوند. لیکن اگر ذره شرایط باشد برای آمدن بعد 1 سال یا بعد 1.5 سال یا بعد 2 سال، باید که آمده از حال زنها با خبر گیرند. یعنی با یک لباسی او را تأمین کردن، با یک شکمی او را سیر کردن، این وظیفه ما تا حال انجام نیافته است. اون زنها البته مثال شوهرشان میفارد، اونها را از شوهرها باید که منفعت گیرند. این طرفشان باید که البته جوانها فکر کنند. چگونه ای که مثال همون جوانی با تقوایی که در همون روسیه میگردد و خیلی در حالتهای وزنین خودش را مثال قپیده می ایستد، تصور کرد که این زن هم در همین حالت وزنین است. باید که از حال زنها خبر گیرند. 1 سال بعد است، 2 سال بعد است، انشاءالله این ده باز نیکتر و این ده ثوابتر می شود. السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا، من یکی از مخلصان دائمی شما می باشم و به دعا و مصلحت شما احتیاج دارم. پسرم را 2 ماه پیش خانه‌دار کردم و تا حال با زنش خانه‌داری کردن نمی تواند. میگویم بستگی هست. از شما یک دعا و از قوم آمین. انشاءالله امیدی شفا از خدای متعال دارم. با احترام مخلصی شما. یعنی این بهترین صورت همین است که همون برادرایی که دعاخوان هستند دعاهای از سوره های قرآن میخوانند، این گونه جوانها را باید که اونها خوانند. یعنی دعوت کنین
پیش ما بیایید، ما شما را توصیه میدهیم. اینها را رفته خواندن در کار. این جین است. انشاءالله بعد خواندن وای دور می شود، باز این جوان خانه‌داریش کردن میگیره. خدای مهربان این جوان از این مشکلات خلاص بگردانی و زندگی شیرین و با لذت خدای مهربان نصیب و روزیش بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، من از سخن شما از دنیا با خبر شدم و از شما میخواهم یک چند سوال را جواب دهید. مادر من با حضرت امیر جان قسم خورد که خانه اپام نمی رود، ولی پشیمان شده است، میخواهد که برود. چیکار کند؟ هیچی رفتن بگیرد. و قسم خوردن حضرت امیر جان هیچی واقع نمی شود، گناهگار می شود. خلاص قسم خوردن فقط به خداست. کسی قسم میخورد والله بالله تالله به خدا قسم، اون قسم کفارت دارد. در غیر پروردگار کسی قسم میخورد و شرکی به خدا آورده است و پروردگار این گناه را نمیبخشد. به حضرت امیر جان قسم خوردن، به حضرت سلطان قسم خوردن، به نان قسم خوردن، به شیر قسم خوردن، اینها قسم نیستند. در اینها شما گناهگار میشوید. اینا را چی زیارت های نادرست داشتین که باز مورد قسم قرارشان میتین. اینا قطع قسم نخورین. قسم هم خورده باشد این قسم زدن نشده است، فقط در نزد پروردگار گناهگار شده است. بعد این گناهگار شیدگیش کار نیک کند، خیر احسان کند تا که خدا از این گناهش درگذرد، توبه کند به سوی پروردگار از این قسم نادرستی خوردگیش و خانه همون اپد رفتن گیرد، فرزندش میشود. دوم، به جای دعای قنوت 3 مراتبه سوره اخلاص بخوانی. اگر دعای قنوت ندانی روا هست یا نه، بهترینش همین است که در جای دعای قنوت شما دعاهای آیتهای قرآن خوانید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. یک بار همین خوانید بس است. در فتوا هم همین میگوید که دعاهای قرآنی را خوانید، لیکن کوشش کنین که همین دعای قنوت از یاد کنین. همه گپی به معنی را از یاد کرده تونستین. همین دعای قنوت چی است؟ سوم، دعای بعد اذان نمیداند، میگن سوره فاتحه بخوانی میشود. من ندیدم سوره فاتحه را در جای دعای اذان خواندن، لیکن بهترین صورتش همین است که شما دعای اذان خودش از یاد کنید. کسی این دعای اذان اگر از یاد میکند و میخواند، این حالا در رسول اکرم گفتن واجب شد بر گردن من که این بنده را در روز قیامت ما شفاعت کنیم. کسی اگر دعای اذان از یاد میکند. چهارم میگویند که بالای کرپچه نماز خواندن مکروه است. مکروه نیست، بالای کرپچه با بهتر است. بالای کرپچه دخوانید، جای مکروه نیست. اگر با شرطی که همون کرپچه تون نمازی باشد، تازه باشد، با که ندارد. بالای کرپچه چی جای نادرست است؟ در بسیاری مسجدات همون زیر پا بی نهایت خنک از کرپچه ها را جمع کرده گرفتند. بگذار در بالای کرپچه مردم نشینند، چی جای گناهش است؟ اکای حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم که در حق من دعا کنید که خداوند علم اساسی را بر من نصیب گرداند. نه خدای مهربان، دعا میکنیم که این برادرهایی که برای ما سوال ارسال کردن با سبب شنیدنی چندین نفرها شد، خدایا این برادرهای اسلامی را عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع نصیبشان بگردانی و این مادری که الحال جنازش میخوانیم، خدایا راهش سفید کلمه طیبه و شهادت بر زبانش خدای مهربان رانده بگرداند و اهل جماعت ما را خدایا از جمیع آفتها بیماریها در حفظ امان خدا نگه بداری. آمین یا رب العالمین. اینجا یک چند نفر نامه‌هاشون را میخوانیم، در حقشان دعا کنیم. برادرمون حاجی قاسم که همین مسجد ما دائم نماز میخوانند، 200 سامانی آورده دادن. یک برادر دیگر من 300 کیلو سیمنت آوردن. برادرها عبدالفیاض از قرغان تپه 60 سامانی $20 آورده دادن.
یک برادر عبدالکریم دیروز 65 سامانی دادن و جیان خان که جان میگفتن از چشمه جوشان است مومن آباد، مادرشون بیمار بوده است، یک در همین مسجد